حاضر نظام قاسم چند بهای خودشان داده عسکر حکیم را بیان کردن از این منبر. هم در میان شاعران یگانه، هم در میان عالمان یگانه و یک چیز دیگر هم من اضافه میکنم. یک خصلت بسیار عجایب دارم، خصلت بسیار نیک دارم. کاش که همه ما هم همین خصلت همین کسمی داشتیم. کینه‌گیر نیستند، کینه‌گیر نیستند، کینه‌گیر نیستند، کینه‌گیر نیستند. من وقتی در نشریات ادبی کار میکردم همراهشون همکاری داشتیم. اون وقت از اتفاق مکتوب میبردن، بعد ما کتابای چاپ میکردیم. باز بسیار همکاری دیگر و من با همین خلاصه آمدم که کینه‌گیر نبودنشان دو مثال میبردم. یک تاش نسبت به خودم میشد، یک دیگرش همین که من مدیر شعبه ادبیات و صنعت روزنامه تاجیکستان سعیدی بودم و این کلان سالا میدانم. یک گزیته بسیار با آبرو رقم یک حزب کمونیستی تاجیکستان بود. عسکر حکیم شعرشان را میبردن چاپ میشد و چند شعرشون چاپ شد. بعد چند بار دیگر وقتی چاپ شعرشون با کسی از بالای این کس می نویست. همون گزیته تاجیکستان سویتیان گرفتن، زیر کلمه های شعر، زیر مصرع‌ها با قلم سرخ خط می‌کشید و اونا از کمیته مرکزی با ما رای میکردن و اینا با چند بار دیگر هم تکرار یافت. ما میدانستیم، خودشان هم میدانستند و یک ادیبی اندکی همیخیلی نویس بود. و عسکر حکیم سرمحری هفته‌نامه ادبیات سند دادن و نوشته‌های همون کسا بیشتر چاپ میکردن. بعد من گفتم که آخه عسکر این همون است که گفتن که شاید شرم میدارد. دیدی شرم نداشت، رحمتی شد. و من بازی همولا گفتن که یکی دیدگم در برابر اون سه خصلتی که دو خصلتی که شما گفتید، یک دیگر اشتر گفتم که همین که بیکینه هستند و همین بیکینگی این کسا از کدام روزای به این روزا ورده است همه مولدون دیروانشان هستند. و یک چیز دیگر نسبت از خودم و خودم خیلی همه ما انجمن اتفاق نویسندان نزدیک شد. بعد ما یک گروه همراه لایی خب با رئیسی اتفاق نویسنده میخواستیم. ایمان هم اونجا هستم و من دیرکتوری نشریات ادبی بودم. بازم در همون حجرهای من میامدیم اینجا، لیکن خیر نشد. عسکر حکیم باز رئیس اتفاق شدن. اما خیال میکردم که اون دوستی که با عسکر داریم شاید اکنون دیگر خیر شد.
نه باز همون دوستی و حتی من اعضای ریاست بودم همین دو گمان داشتم خودشون پیشنهاد کردن که کرامت الله اعضای ریاست نه همین خیلی دل در این کس حضور کمال گفتن که نیکی و باور کنید اگر اون اونایی که من به همه شاهد شدم در همون دوره رئیس اتحاد نویسندگان شما بود. نویسنده خلقی تاجیکستان شدم. اول برنده جایزه دولتی خانم استاد عبدالله رو کشیدم. بعد نویسنده خلقی شدم. از مهمان گله دارم. از مهمان همسیفم سردار چیز گله دارم. 10 سال اتفاق و رئیس بودم ما یک افتخار نام نگرفتم. لیکن من وقت به مکافات نماندم. اینا در دوره نظام من مکافات دولتی دادم. نشانی Müşterek 30 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان و خود پرزیدنت محترم به من سپردن و باز سخنهای نیک گفتن به من و بعدی که از مجلس برآمدم عسکر شاهد هستم به من گفتن که تو اکنون برای همه شبکه‌های تلویزیون سخن میگویی. گفتم حق شد و بعد از اون باز یک با من تلفن کردم در کشلاق بودم گفتن همین تلفن های اتفاقی نویسنده ها یافتیم همین فیلمی جنابی عالی هست روا دیدن که تو سخن گویی و این هم مکافات است. این مکافات هم نظام در داره شما شده است. تشکر میکنم. دیگر من سخن از عسکر این تمام از سخنه با عسکر به گفتگان بود آوردم یعنی جشنشان است. جشن 75 سالگیشان است. خیلی سالشان بعضا میگن نگرانه که این کسی سال 80 و 90 هم بیاد که با هم دختران و کردشان با ببیارم. برادر عزیز هرچی یافتید از دل خودتون از بیکنگیتون یافتید همین طالار هم شما همچون یک انسان خوب صاحب فضیلت های نیکی در شما هست این نباشد مبارک شاد این روز